گرفته است فیضعلی فوزیروف میباشد. خوش آمدید اکاجان در مهمانی ما خیلی خرسند هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و رد نکردید. باری دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد برادر عزیز، زنده باشین. شما هم که وقت خدمت خود دریغ نداشتید، ما را دعوت کردید به برنامه خود. منت دارم خیلی. زنده باشین، سربلند باشین، خانواده باشین. مسکو شما چه خبر کرد؟ واقعا عالی است، پسند است. راستی من در مسکو، شهر مسکو باری اول نیستم، لیکن پسند است. بهترین. این شبکه فیضعلی یک شبی است که بهترین شب است و چه خیلی که گوییم اگر شبی فراموش نشونده هم گوییم خطا نمیکنیم. بله همین طور هم است. واقعا هم فراموش نشونده است. شما مرا دعوت کردین، زنگ زدین، من در کیم کجا بودم، شما در کیم کجا مرا دعوت کردین، اومدم شما را دیدم، خرسند شدم، خیلی کردم که در تاجیکستان عزیزم مبارک کنید. وقت نخواستم. با تصمیم گرفتم که در این برنامه، در این شامی بهترین یک تمام از اکای فیضعلی فوزیروف رو پیشکش مخلصان عزیز شود. راستی ما در نزدیک کامر یکم خوراک هم نپختم، لیکن همه خوراکی که اصلا تیار میشه به فکرم همین ششلیک است در این وقت ساعت شب. بهترین. خیلی ششلیک میپزیم. شروع میکنید اگر برو جان. بسم الله الرحمن الرحیم. قدم خورد او شوا. زنده باشی برات. خیلی میگن اکای فیضعلی دوست باید گرم در آغوش گیر. رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن. اکاجان اگر یک شعر یک سرودی بهر دوستان میشد خیلی خوب میشد به این برنامه رو شروع. زنده باشه. راستی دوست، مفهوم دوست یک چیزی که چه مفهومم برای شما. دوست یک چیزی نویاب، یک چیزی که تو با همراهی و همون نفر قدید اونس گرفتگی و رفیق بهترین که تو داود باوری داری، حتی جان ختم باور داری. اما افسوس که در این شب روزی که ما زندگی داریم قریب که دوستی هم نموندگی است. قریب ممکن کم ترک موندگی برای همون قدری دوستا را دانستن در کار. چقدر که شاعری بزرگ گفته است بیا تا قدر یک دگر بدانیم که تا ناگه ز یک دگر نمانیم. برای همون قدر دانستن در کار، قدر دوستای صمیمی را. اکای فیضعلی اگر یاد داشته باشید در یک برنامه گفته بودید که وقتی صنعتکار در یک مشکلی میغلطد یگون صنعتکار دیگر با او دست یاری دراز نمیکند. بله همین طور هم بود. فکر من نه تنها برای صنعتکاران، وقتی که آدم هر یک شخص در هر یک مشکلی خواهد نخواهد اگر دچار میشود، این با مرور زمان قانون طبیعت همین است. در همون وقت اگر دوستی صمیمی یعنی دوستی جانی که باشد کمکی خدا دریغ نمیدارد. مقصد گپی من همین بود که وقتی که تو با نیاز داری با یک کمک یک کس، اما اون نفر به تو کمک نمیرسوند، گرچنده که میدوند که تو با کمک اون نیاز داری او میتواند به تو کمک رسوند، یاری رسوند، اما هستن بعضی نفرانی که اونو را دوست هم گفته نمیشد. آیا شما در یگان مشکلی غلطه بودید که مثلا یگان صنعتکار دیگری که دوست با شما یا رفیق بود دست یاری نکرده بودن؟ من فکر میکنم که همه نفرانی که هستن یگان باره نشده که یگان مشکلی دوچار نشده باشن، نه تنها من، همه در این مشکلی دوچار هستن، میشوند. بر سر فرزند آدم هر چی باید بگذرد. برای همون شکرانه کردن در کار، شکرانه خداوند، شکرانه یاری، شکرانه اون نفرانی که دوستان صمیمی هستند و در بر ما هستند، ما را کمک میکنند. هزاران بار رحمت به اون نفرا که ما را دستگیری میکنند. همیشه دستگیری یکدیگر باشین. با ان شاء الله وقت ساعت میرسد با ما هم دستگیری میکنیم شما را. همین گفته‌هایی که گفته دکتر فیضعلی، همین سخن‌های شما با کسی تعلق دارن؟ من با دو کلمه جواب میتونم. میگفتم من با همون نفران تعلق دارن که در وقت زمانش بود که
کاری ما با اون نفر افتیده بود. افتیده بود بله. که دست کمک بود نکردن ها؟ شاید همین طور است. میتونم گفته کدام از این آدم خوب نه اکیدش من نمیتونم گفتم. نکه فیضلی یک میشمیش هست که گویا فیضلی فوزیلف گفته باشد که صنعتکار قدر ندارد و حتی تراکتوریست هم صنعتکار شده است. این اوضاع ها تا کدام درجه ها اساس دارد؟ این اوضاع نیره. در یک برنامه ما وقت سوال دادم برای ما همین سوال جواب داده بودم. ما با اون معنی این گپار این حرف را زدم که هر نفر باید کار خود کند. یک نفر باید شفیار باشد، یک نفر باید تراکتوریست باشد، یک نفر باید اتوبوسچی باشد، یک نفر باید دکتر باشد، یک نفر باید نمیدونم سوداگر باشد. در همین دوام سخن من این بود که در همین شب روز صنعت قدر ندارد. از روی چی قدر ندارد؟ از روی اونه که از کوچه صنعت نگذشته و همون نفرانی که از کوچه صنعت نگذشتن نمیدونم نخونده ها به یگان معلومات به یگان چیز اومده سرایندگی میکنند. خیلی میکنند که سرایندگی آسان است. در همونجا من گفته بودم که حتی تراکتورچی هم سرود میخوند سراینده شده است. همین هم در نظر داشتم. مثلا من تراکتورچی شده نمیتونم. اگر چند سالم که مشق کنم کارم کنم بخونم برایش که در خونی من است. هر کسی برای یک کار ساخته شده است. من در رگ خونی من همین صنعت است، سرودخوانی است. گرچنده که مشکل است، آسان نیست. لیکن اگر یک بار دیگر من با دنیا هم که بیام اگر بپرسن که چی میشه با من صنعتکار سراینده میشه. که فیضلی شما میتونید گفته چرا شما نمیخواهید که فرزند شما مقصد صنعتکار شود میخواهید که دکتر شود؟ در یک برنامه بود برای که من با همین سوالات جواب داده بودم. برای اونه که خیلی راهی مشکل است. خیلی صنعتکاری؟ بله سرایندگی صنعتکاری یک زحمت زیاد میتره. مثلا ساعت 12 شبای نمو زحمت کشیده استیم. این هر کس مثال وقتی خود در اینجا نمیاد صرف نمیکنه. ساعت 12 شب در شهر مسکو ما اومده اینه سیومکه داریم با همراهی برادرها. خلاص که خیلی راه مشکل است. در دل همون ما میبینیم که در دل همون فرزندای من نیست خیریت که چون نداره همین صنعتکاری. برای همون نمیخوام که دمی خیلی عذاب بکشن به درخوابی ها بکشن. مشکلی هست اما مشکلی هست و مشکلی به مانند مشکلی صنعتکاری زیاد نیست. مثلا یک جوشم بگم میره پیشی تنظیمگر تنظیم موسیقی میکنی یک مشکلی، پیش آوازنویس می پیش آواز مینویسی دو مشکلی. برای همون من نمیخوام که فرزندان من هم خیلی عذاب بکشن. اکای فیضلی یاد داره که سال 2019 حبیبه دولتова رو 2 بار فریب کرده بوده. فریب کرده بودم نه ولی هر کس نصیب خودش میخواد. شما وعده کرده بودید که همراهشون یک سرود یعنی دویت تیار میکنه. همین سرود چی شده؟ راستی 2 سرود که ما تیار کردیم با همراه بابونو باید میسرایدیم. همه خیلی تمام موند. یکیش ما خودم تنها سرود میخواد، یک دیگه شه با همراهی ولی جان عزیز. خلاص که در نیت است، در نقشه هست. با چند سرود اینو تمام دیگه است. ان شاء الله که یک تاشه با همراهی هرباجو ما چخری که وعده کرده بودم. ما خودم مودم دروغگو که نیستم نه که آدمای دروغچی را نمیپسندن راستی. ما کار میکنم که ان شاء الله همین سال است، سال دیگه است، ممکن یک ماه پس است، ممکن یک هفته پس است، یک سرود با همراه اربجان در نقشه هستیم ما میسرایم ان شاء الله. الوعده و دین وعده که دادی وفا کن. ان شاء الله که در نیت است روزای نزدیک میشود ان شاء الله. همین سال با گفته شما بله ان شاء الله تا سال نو ممکن بشود. از همه روزی فراموش نشونده فیضلی فوزیلف کدام روز باشه؟ از همه روزی فراموش نشونده من انمی روز میشود دیگه. کی ما ایولای مسکو شما ایولای مسکو اومدیم اینجا ششلیک پخته استیم برنامه کرده استیم دیگه. ایر روزی فراموش نشونده چی روزه دیگه؟ روزی بهترین همین روز است.
مردم وقتی که شما رو در توی معرکه ها میبینن از حال شما خبردار شدن میخواهند یا همراهتون عکس گرفتن میخواهند، در همین حالت چه احساساتی به شما پیدا میشود؟ راستی من نمیدونم این احساسات ما برای شما چی بفهمونم. خیلی خوشحال میشویم، اونا هم خوشحال میشوند. آیا اکای فیضعلی در خردسالی باری هم از درس ها گریختین؟ راستی خیلی سوال مشکل دستیم برای من، نمیدونم چه جواب بگردونم. اساسا من درس گریز نبودم، اما میشدن یگان وقتایی که یگان جو رفتن لازم میشد، معلم جواب نمیداد. همون روز از کدام فن ها بسیارتر شده میشد؟ از فن ها شکل نمیدونم، نه که باید من است که چند بارم میدونین در کدام حالات بود. وقتی که من جواب پرسیدم مرا جواب ندادم، بعد همون روز گریختگی مای درس سیرو را پوش کرده است. اکای فیضعلی هست سرودهایی که تیارن اما حالا پیشکش مخلصان نکرده اید و کی پیشکش مخلصان خواهید کرد و چی نبوانی ها رو مخلصان انتظار پوشان از شما؟ بله هستن، یک چند سرودهایی هستن که بعضیشون 2 سال 3 سال شد که نه سروده ایستادن، نه خیلی تنظیم شدگی ثبت آواز باید میشد، اما خیلی ایستادگیان. سببش هم از برای شما را میگم، سببش بعضا وقت میشه که حالتی خوب نیست. سرود سراییدن هم یک آرامی را میطلبد، یک وقتی خوش میطلبد. برای همین چند تا سرودهای دیگر تمام هست. بله با گوش شما انشالله نیت است که با همین روزهای نزدیک در همین شهر مسکو یک تا سرود نو پیشکش کرده استیم برای مخلصا. پای آماده شوی است، انشالله که تیار شود بر زودی پیشکش مخلصان عزیزم میگردد. بهترین اکای فیضعلی. اکای فیضعلی جان، از شما خواهش میکنیم که یک سرود بحر مادر شود و به همین برنامه رو به انجام رسانید. سرود مادر از اشعار خودم باشد. ای خودتان باشد و بهتر خوب میشود. راستی یک چند سال پیشتر یک سرود مادر من سراییده بودم. چند سرود مادر سراییدگی هستم. یکیش بدنی من خیلی نزدیک است. مادرم تو قبلگاهم، مهربان و غمگسارم، با خدا که در دو عالم مثل تو دیگر ندارم. مادرم تو قبلگاهم، مهربان و غمگسارم، با خدا که در دو عالم مثل تو دیگر ندارم. توی مادر غم و آهم، بقراری سر راهم، تو پناهم تکیه‌گاهم، تو دوا بخش گناهم. زنده باشن مادرای عزیز، هیچ وقت سرشون درد نبینه و چشمشون نم نبیند، همیشه سویابان سر ما باشند. اونا هستن که ما به تشویش میگردیم. خداوند نگهدارشون باشه و 1000 ساله شوند، همیشه با مانند گلهای بهاران شکوفان باشند. زنده باشه مادر جانای عزیز. بهترین اکای فیضعلی جان. در آخر گفتنی هم خداوند نگهبان هر یک نفری ما و شما باشد. امروز با شما بود امیرشاه شریف بیگ و اکای فیضعلی فورزیدوف. زنده باشین تا برنامه دیگر. تشکر زیاد. زنده باشین برادر عزیز.